با گذشت 2 روز از سوختار و حتی باریدن باران هنوز هم اینجا دود به هوا میپیچد. صبح بر وقت 6 اپریل بازار سماح در شهر حصار آتش گرفت. سبب سر زدن سوختار و ضرر رسیده هنوز مشخص نیست. مقامات حادثه را تحقیق دارند. سلیم قربانوف 4 ماه پیش این مغازه را به اجاره گرفته لباسهای کودکانه می‌فروخت. میگوید که به مقدار زیاده از 100,000 سومانی اموال داشت و تقریبا همه‌شان نابود شدند. من ساعت 4 سحر اومدم. یعنی نیمی برنامه سپید کار کنیم نمی‌دونم موندم هوا هم داره سوختگی نمی‌دونم نگم پونچ سوختگی هیچ معلوم نیست ولی واقعی همین بیزار پرچم. مقامات تا حال سوختار را در بازار سماح رسما شرح ندادند. در میان فروشنده ها این فرضیه مطرح است که رسش سیم یا ناقل در رسته های خوراکواری سبب سوختار شده است. اینجا موده سوید نموندن گذراندنی ده مقصد اینجا بسوید بچه مقصد که چه دایده بسوید بچه در میگیره بسوید گذراندنی نمیدن. مسئولان بازار سماح که نامش قبلا در یک گزارش تحقیقاتی OCCRP همچون همکار شرکت‌های نزدیک به منصبداران بلندپایه تاجیکستان معرفی شده بود، از صحبت در نزد دوربین خودداری کردند. آنها نگفتند که در این سوختار چند صاحبکار ضرر دید. یک نماینده بازار در صحبت بدون میکروفون گفت با صاحبکاران ملاقات کرده راه‌های دوباره ساختن بازار را مشورت می‌کنند. اکثر صاحبکاران ضرر دیده میگویند که از بانک قرض گرفتند و همزمان مالشان سپرده نشده است. به گفته صاحبکاران در هر یک از این دکان‌ها از 100 تا 400 هزار سومانی مال و اموال بود. سلیم قربانوف از میان بارهای مغازه‌اش با امید لباس‌های نسوخته را می‌جوید. شاید این لباس‌ها یک ضرر او را کمتر کنند. پوشم کمی توش آموده یک کپل کلمو دایجا هم زیوستون هم یورم دامجا هم کویستون هم باورم هم دادیم همه جا ایسا در طول زیاد رفت گرم از کلمه را کسی سادانه کسی این کلا ایسا در طول زیاد برفروش که نمیتونی شمیشان لحاظ. آتش گرفتن بازارها در تاجیکستان حادثه نو نیست. مقامات در چند حالت گفتند که رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری سبب این حادثه ها شده است. تاجران آسیب دیده بارها شکایت کردند که هیچ نهاد ضرر رسیده را جبران نکرد و تجارتشان مفلس شد.